سلام. امروز قراره یاد بگیری که چرا مریض میشیم. اول اینکه باید بدونیم بیماری ها خودشون همینجوری نمیان. یعنی اینکه ما براشون حتما و قطعا کارت دعوت فرستادیم. پس اینو باید همیشه در نظر داشت که اینقدران پررو نیستن و الکی نیست که خودشون سرزده بیان. یعنی داریم همینطوری زندگیمونو میکنیم یه دفعه بگه سلام، من کمخونیم، من نارسایی قلبیم، اومدم چند ماه چند سال مهمون بدنت باشم. نه، اینطوری نیست. ما خودمون هم دعوتشون کردیم هم در رو براشون باز کردیم. پس تعجب نکن. بسته هر چقدر خودمونو گول زدیم. گفتم خودمونو گول زدیم؟ آخه چجوری ممکنه که خودمونو گول بزنیم؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ آره داریم. اینجا تعجب کن. خیلی هم تعجب کن. چون واقعا عجیبه که چرا ما همینطور منطق و استدلال‌های ذهنی خودمونو خاموش کردیم، انگار که چشمای مغزمونو چشم‌بند زدیم، دستمونو دادیم به رسانه که همون دجال آخر زمانه و بهش میگیم ببر ما را هر جا دوست داری، من بهت اعتماد دارم. تا وقتی چشمات بسته است خودت هم نمیتونی به خودت کمک کنی، چه برسه به من. تو قول بده تلاش کنی دستتو از دست ماتریکس بیاری بیرون، اون موقع شاید بتونی به حرفای من فکر کنی. قبلش من هر چقدرم بگم تو نمیشنوی. نه اینکه نخوای، نمیتونی بشنوی که حالا بخوای قبول کنی یا نکنی.